سفارت روسیه در تاجیکستان در صفحه تلگرامش نوشته است ثبت نام شدن در ضمیمه روآیدی و گرفتن QR کد پیش از سفر به روسیه اختیاری است. سفارت گفته است که نداشتن QR کد هنگام عبور مرز روسیه مشکل ایجاد نخواهد کرد و اساس برای رد کردن ورود به روسیه نمی شود. سفارت تنها گفته است ثبت نام در ضمیمه روآیدی هرچند اختیاری است ولی بعضی برتری ها دارد. از جمله شهروند خارجی میفهمد که حق ورود بر روسیه را دارد یا نه. در سفارت روسیه گفتند آزمایش شیوه نو تا سال 2026 ادامه میکند. روز 1 ایول در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان و هم چند نقطه بلیط فروشی در دوشنبه تصدیق کردند که گرفتن QR کد پیش از سفر روسیه حتمی نیست. این رمز ماه گذشته اعلان شد و سر و صدای زیاد به بار آورد. بر پایه آن خارجیان باید 72 ساعت پیش از ورود به روسیه خود را در پایگاه گوسلوگ روآیدی ثبت نام کنند و رمز مخصوص بگیرند. در اول گفته میشد که به این رمز کسی به روسیه راه داده نمی شود. این خبر نگرانی مهاجران را به میان آورده باعث تا 7 و 8 هزار سامانه قیمت شدن بلیط ها گشت. حالا نرخ بلیط از دوشنبه به شهرهای روسیه تا 2800 سامانه پست شده است. خبری رسمی برای شهروندان تاجیکستان درباره اختیاری وارد کردن QR کد از جانب سفارت روسیه تا حال نبود. سفارت روسیه در ازبکستان اعلان کرده است که این چاره حتمی نیست. شهروندان می توانند به طور اختیاری QR کد و دیگر اسناد ضروری را به مثل پتنت یا بیمه طبی تهیه سازند. فکر می کنم که شهروندان ما را نیز با این خبر خوشنود می کنند. Еще немного и наших тоже обрадует. قاعده نوی سفر مهاجران به روسیه و طلب رمز خاص از آنها را یک تلاش مقامات انتظامی روسیه برای نظارت مهاجران می‌دانند. روسیه دوام یک سال اخیر نزدیک به 40 قانون نوید نظارت بر مهاجران را قبول کرد. از جمله اکنون پلیس روسیه می‌تواند که بدون قرار دادگاه شهروندان خارجی را اخراج کند. ده‌ها مهاجر از تاجیکستان شکایت کردند که بدون سبب روشن آنها را از فرودگاه‌های روسیه پس گرداندند. مولا رجب یوسفی امیر اسایف، آزادی، دوشنبه.